سلام. خوبی؟ خیلی ممنون. اسمت چیه؟ کیمیا خانم، به نظر توی این سالهای اخیر چرا این تعداد مهاجران افغانی حالا اون اتباع به ایران زیاد شده؟ حقیقتا دلیلش نمیدونم، به مرز مربوطه، ولی خب تنها چیزی که میدونم اینه که خیلی زیاد شدن، مخصوصا داخل شهرهایی که ظاهر زیاده مثل مشهد و قم. فکر می‌کنید این مهاجرت بی‌رویه اتباع به ایران چه تأثیر منفی حالا یا مثبتی روی اقتصاد یا حالا شرایط فرهنگی اجتماعی کشور ما داره؟ خب اونا به کشورشون که دعوا اونا طالبان گرفتن اینا یکم شرایطشون خب اوکی نیست، ولی خب کلا بدشانسی واسه ما که چی بگم والا نداره، ولی خب بچهای خوبن افغانی‌ها. خوب هم داره توشون، یعنی اینجوری می‌خوام من که برخورد داشتم باشون بد ندیدم ازش، چون خب بالاخره یه سریاشون قانونی اومدن، یه سریاشون هم غیر قانونی و قاچاق. فکر می‌کنی این برای مثلا کشور ما ضرر نداره اینکه ولوتنی؟ چرا خب ضرر داره. ببین مثلا که همین یه سری کارهایی مثلا هستن الان یه سری کارهایی هست که مثلا اکثر مثلا افغانی‌ها کارشون مثلا دست گرفتن و اینجور چیزا، ولی خب نمیشه مثلا کاری کرد، مثلا انسانیت اجازه نمیده. بچه‌های خوبی به خاطر کمبودایی توی کشورشونه به نظرم و اینکه کشورشون جنگ شده بود و یه مدت. فکر می‌کنی چه اونا خوش شانسن یا ما بد شانسیم که این اتفاق داره؟ ما بد شانسیم که این اتفاق افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه توی مدرسه‌ها زیاد شدن، کارو گرفتن یه جورایی دستشون، بیشتر خونه ها مثلا اجاره داده شده، تورم مقداری رفته بالا. بله. فکر می‌کنی این مشکل بیشتر به خاطر اون مهاجرانیه که غیر قانونی اومدن یا اونایی که حالا مثلا کلا قانونی هم اومدن؟ خب اونایی که قانونی اومدن که حتما تونستن بیان، اونایی که مثلا قاچاقی میان و غیر قانونی اومدن. آخه میدونی الان مثلا شما بخوای بری یه کشور اروپایی باید از 1000 تا فیلتر رد بشی، مثلا گلچینت میکنن، اونی که بلوفتنی مهارت خاصی داره، تحصیلات خوبی داره، اونا رو پذیرش میکنن، ولی توی ایران بکنم هر کی میاد دیگه. آره دیگه اومده دیگه، قاچاقی با بار قاچاق میتونن بیان، شوتیا میارنشون بیشترشون. به نظر من شرایط نامساعد کشورشونه که حالا به واسطه شغلشون یا درآمدشون مجبور میشن مهاجرت کنن، ولی خب یه تعدادی بیشتر واسه کشور ما خیلی صدمه داره. مثال الان خیلی از موقعیت‌های شغلی ما گرفته شده، مثال الان قیمت خونه با اینکه متقاضی زیاده به خاطر این رفته بالا. میگم اگه اینا از کشور ما خروج پیدا کنن همه اینا بهتر میشه، شغل و حقوق مزایا خیلی بهتر میشه. فکر می‌کنی راه حلش اخراجشونه یا اینکه جلوی ورودشون رو بگیرن؟ افغانستان و اینا چون جنگ زده هستن یا دولتشون رو نمیخوان به اینجا مهاجرت میکنن و یه جورایی پناهنده میشن. یه سری قانونی میان، یه سری غیر قانونی که اونم حالا بحث جدایی داره. فکر میکنم درصد غیر قانونی و اون قاچاقش خیلی بیشتر از قانونی میشه 100%. فکر میکنی چند درصد از جمعیت کشورمون رو اتباع تشکیل میدن؟ فکر کنم الان از 90 میلیون 1 میلیونش اتباع است. حداقل 1 میلیون، حداقل 1 میلیون تا 10 میلیون. 1 میلیون تا 10 میلیون. البته خب حالا متغیره دیگه. طبق آخرین آماری که اعلام کردن بین 12 تا 15% نه بابا کشور ما رو اتباع تشکیل میده. البته خب این اتباع که ما میگیم شامل افغانستانی‌ها میشه، پاکستانی‌ها میشه، اعراب میشه، حالا و هر کسی که اصالتا ایرانی نیست. فکر می‌کنی راه حل حالا این شرایط چیه؟ فکر می‌کنی باید اخراجشون کنن یا نه باید اصلا اجازه ندن غیر قانونی یا حالا یا قانونی بیان؟ تا حالا باهاشون به مشکل خوردی، برخورد داشتی باهاشون؟ آره توی مدرسه مثلا چون زیادن یه مقدار مثلا فکر کنم خیلی بالاتر از ما هن. با اینکه کشور ما اونا قاچاقی وارد کشور ما شده. مثلا بیشتر وقتا بحثمون میشه. فکر می‌کنی راه حلش چیه؟ باید اخراجشون کنن یا نه اصلا نذارن بیان؟ به نظرم نذارن بیان بهتره. کلا یعنی اصلا وارد ایران نشن، برن تو کشور خودشون. اول اینکه خب از یک کشور خارجی 100% فرهنگ شما فرق میکنه. این یک. دوم اینکه یه سریاشون خب نمیتونن اینجا کار درست پیدا کنن، پس رو میارن به کار خلاف. گاهن تو ایرانی‌ها رو میکشن. یا
باعث میشن اشتغال زایی بین جوانای خودمون کم شه. یه سریاشون آدمای خوبی ان، واقعا آدمای باحالی ان و میشونی باهاشون ارتباط برقرار کنی، ولی خب این غیر قانونی اومدنشون و زیاد شدنشون تو جایی که نباید باشن خب 100% باعث ایجاد مشکل میشه. درست. فکر میکنی راه حلش چیه؟ نباید اصلا اجازه بدن بیان یا نه باید اخراجشون کنن؟ اجازه دادن بهشون اینا چه با مدرک چه بی مدرک وارد ایران بشن، بعد همون موقع فکر این چیزاشو میکردن، فکر همون کارهای خلافشون، تجاوزاشون و خیلی چیزای دیگه، بعد فکر چیزاشو میکردن دیگه. ولی خب آدم خوبم داخلشون گیر میاد. واقعا پسرای افغانی من باشون برخورد داشتم، واقعا تا الان من با اونایی که برخورد داشتم واقعا پسرای خوب بودن، قطعا خوبم هست. آره. بعدم گیر میاد. ببین الان شما هم دارید مصاحبه میکنید، ببین فردا داخل فضای مجازی پخش میشه یه جوری چیز نشه مثلا طرف یاد بگه این وطن فروش، نه اینجوری نیست. ببین داخل خود ایرانی هم بعد گیر میاد. بله 5 تا انگوش مثلا بله اصلا همینطوره. اونم همینجوره. حالا نمیشه الان مثلا بیرونشون کنی. درسته یه سری از چیزا رو گرفتن، مثلا مملکت و مثلا خیلی از کارا رو گرفتن، همین شرکت‌های که کار میکنن بچه‌ها اکثرشون من رفتم دیدم افغانی ان. واقعا این واسه جوان ایرانی خیلی بده، چون باعث میشه اونا بیکار وایسن اینجوری کیاس. ولی خب از یه سر دیگه هم باید به فکرشون باشی، اونا هم بنده خدا دیگه اومدن اینجا پناهگاه داشته باشن. اینجوری اخراج و عدم ورود به نظر من از اونایی که همون مدارک ندارن به نظرم بندازن بیرون و دیگه راه ندن به شدت سختگیری کنن، یعنی اونایی که غیر قانونی و قاچاق میان. بله درسته، اینا رو راه ندن. خب مسلما یه ذره اوضاع بهتر. خب اونایی که قانونی اومدن چی مدرک دارن چی؟ قانونی مونده به چه واسطه من؟ یکی به عنوان تحصیل میاد، یکی به عنوان درمان میاد، یکی حالا باید اینو بررسیش ببینن به چه عنوانی میان. اگه دیدن عنوانشون زیاد لازم نیست و میخوان موندگارشن به نظر من ورودشون اصلا نیست. تا حالا باهاشون برخورد داشتی؟ مشکلی چیزی داشتی براشون؟ مشکل که والا خب اونایی که غیر قانونی اومدن که باید اخراج شن، چون هر چقدر طرف آدم خوبی باشه غیر قانونی اومده، بالاخره کشور قانونی داره. اونایی هم که میخوان بیان باید یه سری چارچوب داشته باشه واسه شون که آقا واسه زندگی تو اینجا باید مثلا قوانین ما اینه شما باید اینا رعایت کنید، اگر رعایت میکنید بیاید، اگر رعایت نکردن درجا دیپورت شید. بسیار. تا حالا باهاشون برخورد داشتی؟ مشکلی چیزی باهاشون داشتی؟ نه حقیقتا اصلا نه، خیلی سنتش کلا سعی میکنم باشون درگیر نشم، کلا ازش خوشم نمیاد، ازش دورم. فاصله تو باهاشون رعایت میکنی همیشه. بسیار. حتما. حالا چون نظر منو پرسیدی دوست داشتم اینم اضافه کنم به حرفام، اینکه همه جور قشری، چه ایرانی چه افغانی چه عرب پاکستانی، خوب و بد داره. درست. و اینکه حالا نمیشه مثلا همه رو به یه چوب زد بگی یا همشون بدن یا همشون خوبن، چون داخل خود ایرانی هم خوب بد، ایرانی هم خوب زیاد داریم، بد زیاد داریم، افغانی هم همینطور. من خودم به شخصی تا حالا باهاشون برخورد اونجوری نداشتم که اصلا مشکلی داشته باشم باهاشون و میدونم که خیلیاشون آدمای واقعا حسابی هستن، تحصیل کردن، به درد بخورن، کار کنن، یه سری کارهایی رو واقعا انجام میدن که ایرانی‌ها از پسش بر نمیان و واقعا به درد میخورن. بیشتر این مشکل، حالا این چیزایی که حالا الانم اخیراً خیلی بولد شده و اینا، بیشتر سر همیناییه که غیر قانونی اومدن و دارن خلاف میکنن. اون که تا حالا با برخورد داشتی؟ مشکلی چیزی باهاشون داشتی؟ برخورد نداشتم، ولی مثلا با چشم مثلا دیدم که مثلا یه سری چجوری بهتون بگم زورگیری‌ها رو مثلا می‌کردن به مثلا هموطنای خودمون. آره. حالا اخبار خوب بالاخره آدم حوادث رو میشنوه. بله. اون تجاوزها، قتل‌ها، اتفاقات بله. بعدی که میفته. البته خب ناگفته نماند که خب این موضوعات بیشتر که حالا مثلا اتفاق میفته خیلیاشون قاچاقی وارد ایران شدن، غیر قانونی وارد شدن، یه سری مشکلات هم دارن دیگه. بله. فکر می‌کنی راه حلش چیه؟ فکر می‌کنی باید اینا رو اخراج کنن یا اصلا اجازه ندن؟ راه حلش اینه که اینکه مثلا کار واسهشون مثلا مهیا نباشه، مثلا ورود به کارشون رو مثلا جلوشو مثلا بگیرن، اونا که مثلا اتباع هستن، مثلا اونا که پیمانکارا استخدام نکنن. بله. وقتی کار واسهشون نباشه، مثلا امکانات واسهشون نباشه، مثلا خیلی چیزا واسهشون محدود کنن، خود حالا
اونجا مثلا ترک میکنن دیگه، برمیگردن به کشور خودشون. بسیار غیر قانونی که اصلا نباید اجازه بدن. بعد قانونی هم که اونایی که میان باید یه سری قوانین رو رعایت کنن، چون من خودم مثلا به چشم دیدم یه سری، حالا نمیخوام بگم نژادشو، ولی اتباع بودن اومدن و یه سری تعرض و اینا صورت گرفته، دیدم مثلا این چیزا رو. قانونی هم وارد شده بودن، ولی قانون مثلا به اون صورت با اینا صفر برخورد نکرد. باید چارچوباشون رو رعایت بکنن. اگه وارد یه کشوری میشن که خارج از مثلا فرهنگشون یا دینشون یا هر چیزی هست، اگه غیر این باشه باید مجازات بشن، یا دیپورت بشن یا مجازات بشن. و یه چیزی که توی کشور خودمون داریم این که مثلا هموطنای خودمون، خب این که مثلا کار مثلا بلدن، خب از هموطنای خودمون استفاده نمیکنن، مثلا از آدمای مثلا خارجی مثلا غیر ایرانی مثلا از اونها استفاده میکنن و دلیل بیکاری هم همینه. این که مثلا هموطنای خودمون مثلا ازشون استفاده نمیکنن که آقا مثلا تو کار بلدی، مثلا از هموطنای خودمون مثلا استفاده کنن بیان. من این اتفاقی که خیلی وقت پیش افتاده بود توی اخبار مثلا شنیدم، خیلی مثلا ناراحت شدم و عصبانی شدم. همین اخباری که گفته بودن 2 تا از نیروی انتظامی خودمون رو زد و خورد کرده بودن، حالا زده بودنشون و کشته بودنشون. من خیلی ناراحت شدم و عصبانی هم شدم. قانونی وارد بشن. آره. اینکه اصلا یه قوانینی باشه برای اینکه بیان. آره بعد این محدودی مثلا یه محدودیت براشون بذارن، اینجوری خیلی بهتره. ولی خب اگه محدودیت نداشته باشن، اونم میتونن هر کثافت کاری و مثلا کارهای بدی انجام بدن. ولی اگه بذارن محدودیت براشون، مثلا یه سری چیزا رو محدود کنن براشون، خیلی بهتر میشه. داخل مثل این که یه چارچوبی واسهشون انتخاب کنن، خیلی خوبه. ولی خب در کلی برات بگم این که ما ایرانی‌ها یه خصلت خوبی که داریم انسانیت و خیلی بهت بگم انسان دوستیم. اینجوری نیستیم که مثلا اگه یه کسی رو ببینیم داریم زجه میزنه، داره مثلا خیلی سختی میکشه، اینجوری بهش سخت بگیریم یا بخوایم مثلا الان ما میبینیم دیگه، الان مثلا برادران افغانی میبینیم که مثلا جا خواب ندارن یا مثلا دارن کار میکنن حتی، ولی که بگیریم بزنیمشون، مثلا یه کاری مثلا بلای سرشون بیاریم. خب اینم درست نیست. انسانیت کجا رفته؟ ولی در کل اگر جمهوری اسلامی یه محدوده‌ای برای اینا بذاره خیلی بهتره. اولین راه حلی که مثلا به ذهنم میرسه همینی که این محدودیت‌های کار رو مثلا یه سری چیزا رو ازشون حالا محدود کنن، مثلا نذارن مثلا آدمای مثلا مخصوصا بله مخصوصا اونا که افغانی هستن. من چون همچین چیزی زیاد دیدم. ضربه از اینجور آدم ما زیاد خوردیم دیگه، ماشاءالله تعدادشون 1-2 تا نیست. بعد چیزی هست برامون تعریف کنی اتفاقی بوده؟ مثال تو کار ما با چند تا همکار افغانی داشتیم، تو کار درسته یه ذره جدی سفت کار میکنن ولی خب بیرحمانه کار میکنن، یعنی اصلا براشون مهم نیست، دل به کار نمیسوزن. ما خودمون نیرو داریم افغانی 2-3 تا داشتیم و بعد از این ما دیگه نیرو افغانی پذیرش نمیکنیم تو دفترمون. خب اینا رو اگه بتونن براشون کنترل کنن که هیچ، بتونن اینا رو مثلا وادار کنن که همون اول مثلا بگیرنشون یا مثلا بهشون مدرک و اینا بدن، خیلی بهتر میشه. دیگه میدونن که اگه مثلا خلافی کنن قول شما دیگه مدرک دارن و مثلا پیداشون میکنن و مجازاتشون میکنن. محدودیتشون کنن، خب یه محدودیت داشته باشن، قانون، نه محدودیت اذیتشون کنن، اونم انسان همونجوری که گفتم، خب نمیشه اذیت کرد. ولی یه چارچوبی براشون بذارن طبق قانون که نه به ایرانی‌ها مثلا چیز بگم بهتون ظلم بشه، آفرین، که مثلا نه ایرانی نتونسته باشه کار پیدا کنه یا مثلا خونه بگیره قول شما، اینجوری است. اگر خب میدونیم من فکر میکنم که مشکل اصلی دقیقاً همون موقعیه که اینا غیر قانونی و قاچاق میان. اگر به قول شما قانونی بیاد، اگر اینجا کار خلافی هم انجام بده، بردن شما میتونی یخشو بگیری، چون بقیلا میشناسیش، یه کدی داره، یه کارت شناسایی داره، یه مدارکی داره، به راحتی میتونی پیداش کنی. ولی اونی که قاچاقی اومده یه کار خلافی هم بکنه، اگه فرار کنه یا جایی هم قایم شه، شما اصلا نمیدونین کی بود اصلا، چون هیچی ازش نداری. مثل ما که خب بالاخره ایرانی هستیم، کد ملی داریم، تا یه جایی کاری انجام بدیم همه شناسنامت روی، پرونده‌ت روی،
فکر میکنم دقیقا مشکل همون اونان که قاچاقی وارد میشن. نظر خودتون چیه شما؟ همین دقیقا نظر خودتون هم بدونم. همین دیگه، یعنی اومدنشون اشتباه. نه من فکر میکنم اگر قانونی بیان هیچ مشکلی نیست، چون اگر اینجا خلافی هم مرتکب بشن اولودنی پاشون جیره و اون خودش اون قانونی اومدنشون باعث میشه که دیگه خیلی به فکر اون کار خلافه نیفتن. این آقا من این کار اشتباه بکنم پام گیره. قبول دارم میشه. لایک به دوربین ما بده. لایک به دوربین ما